با مقصد بهتر نمودن صفت تعلیم و کسب آموزی جوانان در دایره کارهای آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ماه اپریل سال جاری بنای علاوگی مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف بشیرخانویچ اسحاقی مورد بهره برداری قرار گرفت. بنای نوی 4 آشیانه دارای صنفخانه‌های برهوا، مجلسگاه، مرکز آموزشی ملکه‌های عملی و آزمایشگاه‌های تعلیمی بوده با تجهیزات و اعانت‌های درسی معاصر، تخته‌های الکترونی و خط اینترنتی تامین می‌باشد. در اساس لایحه بنای علاوگی مؤسسه از 4 آشیانه و تختخانه عبارت بوده. در این بنا 1100 نفر دانشجویان در دو بست به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. عین زمان در کالج طبی شهر خوجند بیش از 4000 نفر دانشجویان از روی 8 اختصاص به کسب آموزی فرا گرفته شده. برای تحصیل دانشجویان همه شرایط‌ها فراهم آورده شده است. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند یکی از مؤسسات صاحب مقام با نفوذ بوده. این بارگاهی تعلیم را تا امروز زیاده از 34000 دانشجویان ختم نمودند. مؤسسه دولتی تعلیمی ما 5 فاکولته زیاده از 8 اختصاص ها دارد که دانشجویان ختم کننده ما بعد ختم مؤسسه به بیمارخانه ها، مرکزهای سلامتی فعالیت برده میتوانند. هر سال ما درهای گشاد تشکیل می نماییم برای جلب نمودن داوطلبان برای اختصاصهایی که در ما عمل میکنند. مؤسسه تعلیمی چنانه که دیده استادایتان بینای نوی 4 آشیانه با تجهیزات‌های زمانه‌ای مجهز کرده است. بخش اداره‌کنی صفت تحصیلات فعالیت خود را از روی آیین‌نامه کالج طبی مذکور اینچنین برنامه اداره‌کنی صفت تحصیلات به راه مانده است. بهره اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت اید به بلند برداشتن صفت تحصیلات در مؤسسه‌های عالی و میانی کسبی نقشه چاره‌بینی‌ها آماده کرده شده. همه فاکولته و کافدراها در این سمت کاربری را جانک نمودند. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام پروفسور یوسف بشیرخانویچ اسحاقی یکچند کارها به سامان رسانیده شد. از جمله دور به تطبیق سیاست دولتی جوانان تا سال 2030 تشکیل استیپندیهای نامی برای دانشجویان فعال و بالیاقت، تشکیل محفل‌های علمی، همچنین قدردانی اشتراکچیان آزمون‌های جمهوری که از جانب ماموریت مؤسسه و دیرکتور مؤسسه نامزد علمی محترم مولانا علمت حق‌بردی امروز دستگیری کرده شدند و در جنبش سال خونشی 2022-2023 در روزهای تجلیل روز جوانان تاجیکستان در مؤسسه ما آزمون دانشجوی بهترین همچنین آزمون استیپندیای نامی به نام یوسف بشیرخانویچ اسحاقی برگزار کردید که 15 نفر دانشجویان فعال و بالیاقت و گرفتن استیپندی مذکور سزاوار گردیدند. فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل به کسب آموزی فرا گرفتن جوانان نورسان و آماده کردن متخصصان تخصصی از استادان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند مسئولیت بیشتر را تقاضا نموده. مسئولین مؤسسه بالا ذکر در دایره عملی نمودن برنامه‌های دولتی برای بهتر کردن صفت تحصیلات تدبیرهای نظررس را روی دست می‌گیرند.